سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل بیبی هست. توی کهکشان عجیب غریب سیما سیاره‌ای به نام ریه وجود داره. همه چیز به سرعت شروع شد و چشمای قرمز، صدای سوت و بله، دوباره برگشتن موجودات گرد و خاکی با اسلحه لیزری معروف تریبورن ها. این بار قراره با سلاح‌های عدسه‌زا و بالش‌های خاکی یه حمله همه جانبه داشته باشن. حالا وقتشه کاپیتان گروه تنفسی سریع وارد عمل بشن، جریان هوا رو نجات بدن. بچه‌ها ماسکاتون ببندید، داریم اکسیژن از دست میدیم. اگه همینجوری پیش بری شکست میخورین. هشدار اکسیژن داره تموم میشه. فراموش کردید زنگ ورزش داریم. اگه کاپیتان تیمش موفق میشن سیاره ریه رو نجات بدن، یه تریبورن های پایگاه میگیرن. با ما همراه باش تا توی یه ماجراجویی جذاب یاد بگیریم چجوری از خودمون دفاع کنیم. آماده ای؟ بزن بریم. داستان درباره کودکی 5 ساله به نام تامی است که اغلب شبها با احساس تنگی نفس از خواب بیدار میشد. مادرش با شنیدن صدای سرفه‌ها و دیدن تامی او را در آغوش گرفت و نوازش کرد. صبح روز بعد پدرش نیز او را دلداری داد. به سبب بدتر شدن علائمش والدین نگران تصمیم گرفتند او را پیش دکتر ببرند. آنها وارد اتاق شدند و دکتر پس از بررسی هایی که انجام داد تشخیص داد که تامی مبتلا به آسم است و والدین او بیش از پیش نگران شدند. دکتر توصیه کرد نگران نباشید. اگر مراقبت‌های لازم شامل دوری از عوامل محیطی مثل سیگار، هوای سرد، عوامل آلرژیزا مثل گرد و غبار، دویدن یا حرکت سریع، آلودگی هوا و عفونت‌هایی مثل سرماخوردگی را رعایت کنید و تامی داروهایش را به موقع مصرف کند، شرایطش بسیار بهبود می‌یابد. والدین تامی که تلاش داشتند به فرزندشان کمک کنند، شروع به تحقیق و مطالعه در مورد این بیماری کردند و دانش بیشتری درباره وضعیت او به دست آوردند. بنابراین توانستند با توجه به دانش به دست آمده شیوه‌هایی را برای مدیریت بیماری اجرا کنند. برای مثال، وسایل منزل را که از جنس پوشش‌های پرزدار و پشمی بود، عوض کردند. ملافه‌های کودک را هر 2 هفته یک بار با آب داغ می‌شستند و از نگهداری حیوان خانگی خودداری می‌کردند، چون ممکن بود باعث حساسیت تامی شود. اگرچه آنها تغییراتی در زندگیشان ایجاد کردند، اما والدین تامی در ابتدا مطمئن نبودند که آیا تلاش آنها واقعاً وضعیت او را بهبود می‌بخشد یا خیر. با گذشت زمان، وضعیت او به طور قابل توجهی بهبود یافت و به او اجازه داد تا با رعایت احتیاطات لازم زندگی مشابهی با همسالان خود داشته باشد. روزها می‌گذشت و آن کودک کم کم بزرگ شد. خانواده تامی از طریق تلاش و مراقبت‌های خود به او کمک کردند تا بر بسیاری از چالش‌های مرتبط با آسم غلبه کند و او توانست همزمان با دوستانش در دانشگاه درسش را تمام کند و شغلی مناسب پیدا کند.